جاندارانی که اندام گوارشی اختصاصی دارن به چند گروه تقسیم میشن: جانداران دارای کیسه گوارشی و جانداران دارای لوله گوارشی. خیلی از جانداران برای گوارش غذا یه جایگاه اختصاصی توی بدنشون دارن. هیدر که یه جانور ساده و ابتداییه و جزء کیسه تنانه، کیسه گوارشی داره. این کیسه فقط یه راه به بیرون داره که همون دهان جانداره. کار کیسه گوارشی گوارش و توزیع غذا بین سلول هاست. اون مقداری از بدن سل که گوارش نشده از راه دهان بیرون میره. یعنی دهان هیدر نقش مخرج رو هم براش داره. گوارش هیدر ابتدا بیرون سلولی و بعد درون سلولیه. حالا میرسیم به جاندارانی که لوله گوارشی دارن. لوله گوارشی لوله‌ایه که از دهان شروع میشه و تا مخرج ادامه داره. غذا هم درون لوله گوارشی از دهان به مخرج حرکت میکنه و حرکتش هم یه طرفه است. قسمت‌های مختلف لوله گوارشی برای انجام کارهای اختصاصی شکل و عمل اختصاصی دارن. مثلا غذا از دهان به گلو میره و از اونجا از راه مری به معده میره. بعضی از جانداران مثل پرنده ها و حشراتی مثل ملخ، چیندان و سنگدان هم دارن. در چیندان غذا به طور موقت ذخیره و نرمتر میشه. معده و سنگدان هم مثل چیندان هستن، فقط ماهیچه هاشون خیلی قوی تر از ماهیچه های چیندانه. بنابراین میتونن غذا رو تا حدودی خورد و آسیاب کنن. روده بین مخرج و معده قرار داره که محل اصلی گوارش و جذب غذاست. بخش‌های مختلف لوله گوارشی بر اساس نوع جانور و نوع غذایی که میخوره در جانوران مختلف متفاوته. خب بهتره چند تا مثال بزنیم. کرم خاکی همه چیز خاره. وقتی توی خاک حرکت میکنه، خاک و مواد عالی اونو میبلعه. این مواد از دهان به مری و بعد به چیندان میرن. در سنگدان غذا به کمک اون سنگریزه‌هایی که وارد لوله گوارش شدن آسیاب میشن. مواد عالی توی روده گوارش میشن و مواد قابل جذب اونها جذب میشه. سطح درونی دیواره روده کرم خاکی برجسته است و این برجستگی باعث میشه که سطح تماس روده با غذا زیاد بشه و سلول‌های بیشتری با غذا تماس داشته باشن. در نتیجه کارایی روده زیاد میشه. مواد گوارش نیافته و خاک و سنگریزه ها هم از مخرج کرم خارج میشن. ملخ یه جانور گیاهخواره. در اطراف دهان ملخ صفحه‌ای مثل آرواره قرار گرفته که برگ‌ها و بخش‌های تازه و نرم گیاهی رو خورد میکنه. غذایی که خورد شده بعد از اینکه در چیندان و سنگدان ریز و آسیاب شد به معده میره. در معده گوارش شیمیایی غذا انجام میشه. یعنی جذب مواد غذایی در معده انجام میگیره. برای اینکه مواد گوارش نشده از مخرج خارج بشن، در روده مواد غذایی فشرده تر میشن و آب اونا جذب میشه. دستگاه گوارش گنجشک و مرغ خیلی شباهت به ملخ و کرم خاکی داره. پرنده ها به سرعت غذا رو میبلعن و در چیندان ذخیره میکنن. گوارش شیمیایی و مکانیکی توی معده شروع میشه. خب حالا سنگدان به وسیله سنگریزه‌ای که پرنده ها همراه غذا میخورن غذا رو آسیاب میکنه. گوارش مکانیکی اینجا تموم شده، ولی گوارش شیمیایی در روده هم ادامه داره. مواد غذایی و آب جذب روده میشه و موادی که در گوارش شرکت نداشتن از مخرج خارج میشن. غذای وال گوشت پشت که به جای دندون چند ردیف شانه مانند در دو طرف آرواره بالای خودش داره، ماهی‌های کوچیک و خرچنگ‌های ریز هستن. وال اینطوری غذا میخوره، یعنی اول دهان و گلوی خودشو باز میکنه، بعد همونطوری که هممون توی کارتونا دیدیم، مثلا مثل پینوکیو، یه عالمه آب همراه جاندارانی که توش شنا میکنن وارد دهان و گلوش میشه. بعد دهنشو میبنده، آب خارج میشه، ولی موجودات توی آب لای اندامهای شانه مانند وال گیر میکنن. بعضی هاشون اگر زرنگ باشن سقف دهان وال رو قلقلک میدن و یا خلاصه یه کاری میکنن که دهنشو باز کنه و الفرا، و الا اونا رو میبله و به معده میفرسته. معده وال هم که ماشاءالله معده نیست،
نیم تن مواد غذایی توش جا میگیره. همونجا گوارش مواد غذایی شروع میشه و همه اون غذاها خورده میشن.